دیروز فدراسیای اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان را نامزد خود در انتخابات پرزیدنتی قریب الوقوع پیشبری کرد. از این پیشتر 4 حزب سیاسی تاجیکستان نامزدانشان را به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند. انتخابات 11 اکتبر برگزار می شود و ظاهراً سیناریوی این معرکه سیاسی تکراری سال 2013 است. در این باره صحبت میکنم با میرزا نبی خالقزاد که موضوع را پیگیری دارد. درود بر شما و میتوان گفت با آنکه الکی اسم امامعلی رحمان به حیث نامزد صدا داد، دیگر در کارزار انتخاباتی در پیش ایستاده معمای باقی نمیماند. نه، برعکس اینتریگ بیشتر می شود، زیرا نامزدی امامعلی رحمان را فدراسیای اتفاقهای کسبه مستقل پیشبری کرده است. انجمن حزب خلق دموکراتی هنوز برگزار نشده است. حالا چشمها فقط به انجمن حزب حاکم خلق دموکراتی و اتفاق جوانان تاجیکستان دوخته شده است که نامزدهایشان کی خواهد بود. حزب حاکم خلق دموکراتی و حزب کمونیست میگن انجمنهای خود را در اول ماه سپتامبر برگزار خواهند کرد. احتمال می رود حزب حاکم نامزدی رستم امامعلی را پیشنهاد کند و با این ما شاهد رقابت پدر و پسر برای دست یافتن به کرسی پرزیدنتی شویم. چند روز پیش رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، یگانه حزب مخالف حکومت که از شرکت در کارزار انتخاباتی دست کشید، گفت اگر نامزدی رستم امامعلی پیشنهاد شود میتواند پیامدهای ناخوب داشته باشد. ببینید، به هر حال اکثر نامزدها پیشبری شدند. مرحله بعدی چی خواهد بود؟ خب، بر اساس نقشه کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان نامزدها به مقام پرزیدنتی باید تا 15 سپتامبر ثبت نام شوند. بعد این مرحله جمع‌آوری امضاها به طرفداری از نامزدها شروع می شود که باید تا 30 روز پیش از انتخابات جمع آورده شوند. هر نامزد را ضرور می شود که به طرفداری از خودش حدود 230,000 امضا را جمع کند. یادآور می شوم که در انتخابات قبلی سال 2013 آینی‌حال بابانظرova نامزد مخالفین به جمع‌آوری امضاهای ضروری برای ثبت نام نامزدیش موفق نشد و از ادامه رقابت برای کرسی محروم گردید. از روی ترتیبی که کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان معین کرده است، حالا نامزدها برای تبلیغ برنامه‌های خود 25 روز مهلت دارند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان شماره پیشکی عمومی انتخاب کنندگان در کشور 4,900,545 نفر اعلان کرده است که روز انتخابات پرزیدنتی در 68 حوزه رای خواهند داد. همچنین با قرار این کمیسیون در 29 دولت خارجی برای شهروندان تاجیکستان حوزه‌های انتخاباتی باز می شود. سپاس برای صحبت. یادآور می شوم که در زمان مستقلیت تاجیکستان بار ششم است که انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا همواره گفتند که هیچ یکی از انتخابات ها در تاجیکستان شفاف و عادلانه و طبق معیارهای بین المللی نگذشته است.